ماشین خریدن دلیه، عشقیه. بفرما. ما ماشین امریکایی دوست داریم سوار میشیم، اینو دیدیم خوشمون اومد خریدیم. کارو ببین آخه چقدر کیوته. 10 سال زحمت ها این ماشین. اینا چیزایی نیست که با یه روز 2 روز و 6 ماه و 1 سال جمع بشه این از سال 90 که از دوستام عکسشو فرستاد برام. انقدر تا الان هی تغییر دادن شده این. شما داخل صندوق رو ببین چقدر با سلیقه، تریم داخلی رو ببین، پنوماتیک، همه چی میزون. آدم عشق میکنه. تازه اینی هم که میبینی داری انقدر عشق میکنیم و الان خریدیم کار داره. یعنی با علم این خریدم که آقا یه 20 تومن خرج فنی داره، یه پلی سرامیک باید بشه، یه سری خورده کاری داره تا بشه یه ماشینی که پسند ماه. ماشین میایید بخرید هر چقدر اینجوری جذاب باشه باز هزینه هایی داره. حالا تموم شد یکم سوار میشیم، یه ذره اشغالمون میکنیم، بعد شاید فروختیم، شاید که نه، قطعا میفروشیم.